برای تعویض و نصب آینه‌های جدید روی پژو 405 که مدلش هم پایین هست، مدل 84. توی این مدل ها روی گلگیر راهنما ندارن اینا و آینه هاشون همون آینه های استاندارد و فابریک قدیمی هستش. من دست سیم این ماشین رو بررسی کردم، این مدل رو، و جالب اینه که یه دونه سیم راهنمای روی گلگیر داخل کاپوت بود، هم این ورش، هم سمت راننده، هم سمت شاگرد. و جالبه که اینا رو همینجوری تا کرده بودن از همون سالهای دور کارخونه‌ای و گذاشته بودن توی دست سیم زیر کاپوت. خب من یه دونه سیم از داخل کابین کشیدم و این سیم رو از زیر پای راننده، از جایی که سیم صندوق چی بهش میگن، قفل کاپوت رد میشه، از کنار اون رد کردم. اگه معلوم باشه از اون زیر هستش. باتری اینا باید باز بشه به خاطر اینکه کلیپ طولانی نشه. من این کار رو انجام دادم و داخل ماشینم که این در سمت راننده باز میشه و از داخل خرطومی از این قسمت از داخل خرطومی، از داخل این لوله سیم رد میشه و از داخل ستون پشت این کانکتورها و فیش ها سیم میاد بیرون که از اون قسمت زیر پای راننده رد میشه و میره که این بغل باید باز شه. این قسمت محافظ بغل و زه بغل باید باز شه. حالا من ادامه کار رو انجام میدم و سعی میکنم این تره تمیز در بیاد. بقیه کلیپ رو میگیرم و براتون میذارم. سیمیه که ما رد کردیم و قراره که وصل بشه به راهنمای آینه. سیمیه که وصل میشه به راهنمای آینه عوض میشه. برای سیم کشی سمت شاگرد هم این سیم رو من روشن کنم. این سیم رو من از لوله خرطومی سیم کشی در آوردم، از این قسمت از داخل ستون رد میشه و از پشت این کانکتور در میاد و اینو من از زیر داشبورد ردش میکنم و از کنار همون یکی سیم میخوام ببرمش بیرون، چون واقعا روزنه و درزی من پیدا نکردم که اینو برم. از زیر داشبورد میبرم سمت اونور و از سمت راننده میبرمش بیرون. این سیم که وقتی که اومد بیرون از زیر پای راننده از این قسمت میاد تا برسه به این فیش. حالا این فیش تا هر جا که راه داد میتونیم ما این فیش رو ببریم که میشه سمت شاگرد. خب من سیما رو وصل کردم به سیمایی که از تو در کشیده بودم و وصل کردم به سیم‌های راهنمایی که از قبل اونجا وجود داشت و اینم این سیمیه که رفته به سمت شاگرد و در این قسمت هواکش راننده است. اینو من اینجا وصلش کردم و اینو گذاشتمش اینجا که آب نخوره، محافظت شده باشه. خب سیما رو از در کشیدیم تا سیمای راهنما و حالا کاری که مونده اینه که آینه ها رو باز کنیم و سیمای آینه ها رو وصل کنیم. خب من قطع میکنم ویدیو رو و مجدد به اون قسمت که رسیدم ادامه ویدیو رو براتون ضبط میکنم. خب مارک آینه‌ای که من تهیه کردم همین مارکای بازاری کاووچ هستش که جنسش هم بد نیست و نسبت قیمتش
حالا برندهای دیگه هم هست مثل کروز و اینا، ولی خب حالا من اینو تهیه کردم چون قیمت مناسب تری داشت و کیفیتش نسبتا خوبه. و این فیشش 3 فیش فابریک هست، یعنی شما اینو به راحتی میتونیم وصل کنیم. اون سیمایی که کشیدیم مربوط به این 2 سیم هست که مربوط به این راهنماهای LED روی آینه هستش و توی هر بسته یه دونه فلاپ مشکی رنگ هست که من اینا رو بردم دادم به نقاش و هم رنگ ماشین اینو برام رنگش کرد، چون رنگ فابریک رنگ بژ گیر نمیومد توی بازار فلاپ فابریکش و من مجبور شدم که اینا رو ببرم بدم نقاش و اینا رو برام رنگ کرد که البته دستمزد زیادی هم از من نگرفت، ولی فکر کنم هر کدوم دونه 100 تومن برای من فقط رنگش کرد. شما اینو بخوای رنگ شده از توی بازار بگیری دونه 60-70 تومن هستن اینا، هم رنگ ماشینتون، حالا نقره‌ای باشه دلفینی باشه هر رنگی باشه، ولی رنگ بژ چون یه رنگ نسبتا خاص و قدیمی هستش گیر نمیومد و من مجبور شدم که بدم نقاش رنگ کنم. حالا من آینه های قبلی رو باز میکنم پیچاشو و اینا رو جایگزین میکنم و ادامه ویدیو رو براتون میگیرم. خب این آینه رو من در آوردم، پیچاشو باز کردم، پایه ها رو آزاد کردم و این فیش خود آینه است که دقیقا ببینید شبیه همین، یعنی دقیقا سر جای اون جا میخوره، رنگاش هم همون. الان جای آینه فیشش از این داخل رد میشه و به این فیش متصل میشه. حالا این تعداد سیمایی که روی اینه بیشتر هستش، من فکر میکنم آپشن‌های دیگه هم داره، مثلا مثل گرم کن آینه و از این چیزها احتمالاً باید داشته باشین، یعنی 5 فیش هستش و اگه خواستین میتونین از شیشه های گرم کننده هم فکر کنم بتونین استفاده کنین. خب به هر حال ما اینو نصب میکنیم و ادامه ویدیو رو میگیریم. خب من پیچای آینه رو بستم، 4 تا پیچ داره که یه دونش بالاست و 3 تاش هم پایینه. این پایه های این هم خیلی جالب بود برام، فلزی مال آینه ولی یکم جا به جا بود، دقیقا سر جای خودش نبود، حالا شاید به خاطر تفاوت قالب‌ها باشه. خب تقریبا یه همچین رخی پیدا کرده. من سیماشم وصل کنم ببینم چی میشه، به کجا میرسیم، چه شکلی میشه. خوب شد، بد نشد. حالا این زه مال پژو پارس هم داره ولی مال ما نداره دیگه، مال ما 405. الان این فیش رو ما میتونیم به این وصل کنیم. خب من این فیش رو جا زدم. خب ببینیم که آینه کار میکنه، قشنگ فیش رو وصل کردم. حالا در مورد سیم های راهنما، این دوتا سیمی که از سیم کشی وصل کردیم و میایم به سیمای آینه مثبت و منفی وصل میکنیم و راهنما رو میزنیم. الان راهنما داره کار میکنه. اگه راهنما عمل کرد که هیچی درسته و اگه راهنما عمل نکرد شما میاین جای سیما رو برعکس میکنه، چون LED و LED مثبت و منفی داره. الان اوکی هستش. ببین الان راهنما آینه دارن با هم دیگه میزنن. خب بریم چسبکاری رو انجام بدیم و تمیزکاری رو انجام بدیم، در سمت راننده رو میبندیم و تمام میشه و این تقریبا یه کاری نداریم این بر.
خب همه قسمت ها رو بستیم، روکش در رو بستم، این قسمت قفل و زبانه قفل و در رو همه رو بستم و میمونه فقط این قسمت در پوش داخل، اینم میبندم و فلاپ روی آینه و این قسمت تموم میشه. خب اینم از اتمام کار و رخ کار که واقعا یه چیز بسیار جالبی شد. الان توی روز یه مقدار نورش کم، حالا شاید این مدل آینه اینجوری باشه. ولی همه قسمت ها توی بازار هست، مثلا این قسمت اگه خراب شه این خودش جدا هست که بخرید، این قسمت هست، این قسمت هست، همه قسمت ها هست. اینم رو خونمای کار. بریم حالا سمت شاگردم ببندیم و این ویدئوی بستن آینه ها تموم. خب این برم مثل همون بر 3 تا پیچ پایین داره، یه دونه پیچ بالا داره. ما اینا رو باز کردیم و میخوایم جداش کنیم. حالا این پایش شکسته است، این پای شکسته بوده و جدا شد. حالا من جدا میکنم، آینه بعدی رو نصب میکنم و ادامه. خب سیمای این ورم وصل کردیم، سیم مثبت و منفی. الان من فلاش رو زدم، چک کنید که جهت مثبت و منفی آینه درست باشه و راهنما کار بکنه. حالا فیشا رو میزنم و ادامه کار. این سیما رو من وصل کردم و با چسب نواری حسابی آیاق انجام دادم. ولی حالا اگه شما بتونید فیش بگیرید، فیش دوتایی مثل این بزنید که بعداً راحت جدا بشه و سوار بشه، به نظرم خیلی تمیز و قشنگتر میشه. اینم که فیش آینه است، وصلش کردم برای کنترل آینه. و یه چیز جالب، یه دونه فیش اینجا هست که خالی بود. این فیش من فکر میکنم برای سنسور دما هستش. اگه دقت کرده باشین پژو پارس روی داشبوردش یه دونه سنسور دما داره که دمای محیط رو نشونتون میده، دمای بیرونو. این خالیه. سنسور دما توی آینه سمت شاگرد نصب میشه و این جالب بود برام که اینجا هست. حالا باحال اگه اینم وصل کنیم بد نمیشه بعدا. خب این از فیشا. خب اینم از اتمام کار. رودلی هم بستیم، قاب آینه رو جا زدیم، سیما بست، همه چی مرتب منظم. حالا فکر کنم به خاطر کیفیت جنسش هست که راهنماش انقدر ضعیف میزنه. به نظرم باید پرنورتر بزن. خدا حافظ ای شعر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. ای شاخه
دل قشنگم، چرا تو رو میبینم سرخ میشه رنگم. رنگ سرخ آخه کار میده دستم، مردم میبینن عاشقت هستم. چه عاشق ترم من از تو، چقدر پیشترم من از تو. چه عاشق ترم من از تو، چقدر پیشترم من از تو. جناق نشکنی که باز میبرم من از تو، جناق نشکنی که باز میبرم من از تو. حرفای پوچه اینو ول کن، اینم رو به کار تو شب بچسب دیگر اونو ول